انرژی زنده بودن به ریه و نفس بنده. حالا نقطه یک ریه در تپه چینی و نقطه مهمتری اینجا هستش. ریه یکی از مهمترین ارگان‌ها در طب چینی هستش که تا وقتی که حالش خوبه نفس خوبی داریم و سرزنده و شاداب زندگی میکنیم. روزی که نفس تموم بشه زندگی تمومه. در طب غربی هم در بیمارستان در بخش ICU بیماری‌های سنگینی که بستری میشن دستگاه‌های تنفس مصنوعی دارن و تا وقتی که بتونه خودشو جمع کنه و بدن بتونه به حال طبیعی برگرده و نفس بکشه این دستگاه هستن. بعد آروم آروم میاد بیرون و نفسش برمیگرده و رو به راه میشه. اما در منزل چیکار کنین که نفستون همیشه گرم، سر حال و با کیفیت داشته باشین و ریه خوب شما رو تا هر سنی هستین سر پا نگه میداره. راهکار خوبش اینه که نقاط یک ریه و نقاط بعدی نقطه 5 ریه رو خیلی جدی بگیرین، ضربه بزنین روزانه 15 بار به این نقطه. اگر در کودکان و افراد سالمند نمیتونید اینطوری محکم ضربه بزنید، این نقاط رو ماساژ بدین. عمیقاً مسیر ریه رو در این افراد ماساژ بدین. ریه خوب تضمین زندگی با کیفیت رو برای شما داره.